امروز اومدیم توی بازی جدید روبلاکس که خیلی پرطرفدار شده. حالا داستان بازی چیه؟ اینکه باید آب دریاچه رو خالی بکنیم که بتونیم بریم گوشیمون رو از اون زیر برداریم. حالا تو دریا کوسه موسا اینا هم هست، آپگرید اینا هم میتونیم انجام بدیم دیگه. بابا که بریم تو بازی. نمیدونم چرا واقعا این گیم اینم طرفدار داره که برن چی بهش میگن، آب دریاچه رو خالی بکنن که گوشیمون رو برداریم. اوکی اینجا نشستیم. او گوشیمو میافته. نه او خیلی منطقیه. یه دفعه به ذهنش میرسه که او چرا مثلا آهنگ گیمو اول قطع کنیم، به جای اینکه بگه من برم شنا کنم میرم حالا آب دریا رو خالی میکنم، آب دریاچه رو خالی میکنم، گوشیمو پیدا کنم. خیلی منطقیه که ما به اینجا رو خالی کردیم، این به اون پول میده. با این پول هم احتمالا میتونیم آره اینجا آپگرید بکنیم. چیه داستان؟ اوکی الان فکر کنم این چیزی که تو دستمونه رو بزرگتر کنیم. سطل پاکتمون رو آپگرید کردیم. اوکی اف بزنیم برامون میگردونه بیس. خب برمیگردیم دیگه. کنم این دکمه رو تنبلا ساختم. او نه اینجا خیلی زود خالی میشه. کنم به خاطر همینه ای میره پایین تر. پول بده ما آو بریزیم تو. اوکی خالی کن داداش، خالی کن تو گوشی منو نباید هیچ کس ببینه اون پایین که کسی باشه آبروم میره. با این پول چیا میتونیم بخریم؟ با 35 تا پول پاکت رو باز میکنیم، میتونیم بزرگترش کنیم. آره حتما این دستمون رو تندتر میکنه، اینم خوبه. یه دونه دیگه هم دستمون رو بریم با دست تند اینجا رو خالی کنیم. البته این سطلمون هم گنجایشش بیشتر شده. چه دارم من یه چوب میبینم، چیه این؟ نمیتونم برم پایین تر. اوکی حالا بریم اینجا رو خالی بکنیم، دوباره بریم تو. چقدر هم دریاچه‌اش گنده. ای ولی یه دونه میزنی، بذارید بهتون دقیق‌تر نشون بدم. اوکی اینجا یه دونه میزنی اینجا میاد پایین. کل دریاچه به خاطر یه دونه سطل برداشتن شما میاد پایین. خیلی گیمش منطقیه، تو واقعا باحاله. می خیلی چجوری بهتون بگم، یه حس کرمی داره. اوکی میگم باحال این آبا رو برمی‌داره. اون بالا چی داره می‌نویسه؟ میگه که باکتمون پره الکی دیگه آبو خالی نکن. 50 تا پول داریم. من کاش یه آپگرید میکردیم. این دفعه رو بریم. پولمون رو بده. پولمون هم بیشتر شد. چی میتونیم آپگرید کنیم؟ اینکیه چیه؟ یه ثانیه وایسا اینکیه هم ببینم. میتونیم که شنا کنیم. صدای چیه تو گیم؟ باک شده بود؟ صدایی بود داشت میومد. فکر کردم یکی پشت سرمه. سطلمون رو گنده تر کنیم. آره دیگه سطل مهمترین چیز سطلمونه دیگه. هر چی برمیگردیم بهتر میشه. اون شنایه نمیدونم فقط چه به دردی میخوره. اینم یه کاری میکنه که اون آب اون تو رو سریعتر خالی کنه. به درد نمیخوره. این جم بیشتری به اون میده. ما جم نداریم فکر کنم الان. تو اینه که داریم جم نیستن. حالا در صورت آبشو خالی کنیم. او دارم اینجا یه چیز برق زده میدونم تو چی؟ او چسته بریم بالا. اینجا رو برداریم بریم چست رو برداریم. بزن ماشالله. خب ای بابا چرا الان نمیتونیم چست رو برداریم؟ خیلی رو مخ. پولشو بده خالی کن. این دفعه دیگه چست رو بده ما دیگه. به به کلا یه پلتفرم واسه ما باز شده. و پول بهمون داد و 5 تا جم. اوکی تازه جم گرفتیم. فقط چرا جما رو دیگه همون نمیزنه که چند تا جم داریم؟ مهم نیست. کامپیوتر رو باز کنیم. چی بخریم الان؟ این چیه؟ دو باکت نمیدونم دقیقا معنیش چیه. فکر میکنم ولی باز گنجایش رو بیشتر میکنه دیگه، یا سرعتش رو باز بیشتر میکنه. نمیدونم دقیقا چیکار میکنه. شاید هم فهمیدیم. فکر میکنم 2 برابر پر میکنه. به جای اینکه دستت سریعتر باشه 2 برابر پرش میکنه. باز نمیدونم، اگه شما فهمیدید بهم بگید. بریم ما به دریاچه رو خالی کنیم. این تا کجا ادامه داره؟ فکر کنم دیگه گیم هم تازه رو ایزیه. فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه. ولی واه چقدر از آب دریاچه رو خالی کردیم. سطل جادویی واقعا. پول بده ما. 72 تا داریم. آپگرید کنیم. باز چی رو میتونیم آپگرید کنیم الان؟ دستمون رو سریعتر کنیم. چرا که نه دیگه پول نداریم. اینم از اینا چی؟ این جم هم خوبه. 19 تا جم بیشتر. توکن بوست. این 50 تاییه رو باید بیایم بگیریم. اینجوری پول بیشتری در میاریم. کلا 5% اضافه میکنه. نمیدونم
خوبه یا نه. حالا بذار ببینیم چی میشه. اینجا رو خالی کنیم. او بازم یه چست. بذار بریم بیایم چست رو برداریم. چست خیلی توکن کمی بهمون داد فکر کنم. دقیقا هم نمیاد. بذار اینم برداریم ببینیم این چقدر بهمون میده. خالی شو. نگو چه. آها اوکی. چست رو برداریم. چقدر میدی؟ 10 تا کلا. مرد 10 تا خیلی ضعیفه. این همه آب این همه آب دریاچه رو خوردم که بیام 10 تا توکن بگیرم. البته نه گوشیمون واقعا مهمه. گوشی رو باید برداریم. بریم دوباره بالا. پولمونو بده. آبو خالی کن. دوباره روند. البته 77 تا پول داریم. به نظرم یه آپگرید بزنیم بعد بریم. اوکی آره دیگه این برای سطح کلا واسه هر چی واسه آپگرید سطح باشه خوبه. حالا اگه درست متوجه شده باشم آب بیشتری فکر کنم برمیداره هر سری که میزنیم دیگه. او شنا میتونیم بکنیم. اون شنای واسه اینه پس. آره راستی اولش دیدم کوسه هم داره ولی من کوسه ای نمیبینم. فکر کنم جلوتر میبینیم. کنم گیم خیلی ارتفاع داره. نمیدونم چقدر واقعا. آب رو خالی کنیم چرا داریم پیاده میریم. پولو بده. پولو بده. الان 100 تا پول بهمون میده. واه چقدر پول بهمون زیاد داد. 50 تا بهمون پول داد. ببینیم چی آپگرید میتونیم بکنیم. پول بیشتر. این پول بیشتر رو بگیریم. نه این نه. نه این همون چیزیه که من داشتم توضیح میدادم. این سریعتر باعث میشه پر بشه. واه چقدر باید راه بریم دوباره برگردیم. سریع هم نمیره. چیه اینجا؟ چسته باز؟ نه چست نیست. کامپیوترهایی که بالا هسته. او فکر کنم چک پوینته. آره این چک پوینته. باید دوباره دیگه نمیخواد این هم مسیر رو بیایم. اوکی چه خوب. برو سریع بریم تو داستان که پولش رو من نداشتم آپگرید کنم. حتی خب نمیشد هم آپگرید کرد. خالی کن ماشالله. این پول بده ما. چقدر الان پول میدی؟ 46 تا. خب نامرد تو اون آب مگه چی بود که اونه که 50 تا بودین 46 تا. 100 تا پول داریم. نمیتونی بزرگترش بکنی؟ اوکی میتونم. بریم پایین تا. امیدوارم این دفعه دیگه بتونیم این آب دریاچه رو خالی کنیم که نیایم بالا الکی. اینجوری چه حالی میده. فقط امیدوارم کوسه نیاد یه دفعه پر شد. آره اگه یه حالتی بود میتونستی بپری تو آب مستقیم نه اینکه یه عالم مسیر رو راه بیاد. وای اصلا دیگه خالی نمیشه دریاچه. باید این پاکتمون رو آپگرید با این سطلمون رو آپگرید کنیم. پول بده. 69 تا. من هیچی رو نمیتونم آپگرید کنم. یه بار دیگه باید بریم. 50 تا دیگه هم به ما میاد ولی باز با 110 تا هم کاری نمیشد که. چقدر طول میکشه. آبم خالی کرد. چی شد؟ آبم ریخت تو همینجا. اوکی باز شده بدون اینکه دکمه‌ای بزنم. آبم البته آبم ریختین تو که اینا بده ما. حتی باید بریم بالا. وای دیگه نمیتونیم بریم بالا. باید بریم بالا. بگو چرا؟ چون که تو کامپیوتر بالا پول داریم. از پول نباید گذشت اینجا. آره مونده. اوکی 231 شد دیگه. برامون نمیگردونه. برگردون دیگه. کامپیوترم داره اینجا. چست رو باز کنیم چی اون میده. اوکی این دفعه بیشتر بهمون داد. یه سطل بزرگ بهمون بده دیگه. آره 200 تایی رو بگیریم. پر کن ماشالله. قایق رو دستنش. گوشیمون کجا رفته اون ته واقعا. چقدر باید آب اینجا رو خالی کنیم تا به گوشیمون برسیم. اوکی خالی کن. الان خیلی حجم این سطلمون بیشتر شد. خیلی دیر به دیر خالی میشه. نگاه کنید از 6 تا پر میکنه ولی خیلی هم خالی میکنه. خیلی خوب شد. الان ما بریم با پولامون دوباره یه آپگرید بکنیم. دستمون رو فکر کنم سریعتر باید بکنیم. الان تا 86 تا پول دارم. اوکی چی میتونم آپگرید کنم؟ الان دوباره سطلمون رو دستمون رو سریعتر کنیم. به نظرم بهتره. آره چون اینجا میریم تو میریم بیرون دیگه. یه پول دیگه. این شنا رو بدیم. با این چرا یه دفعه صدا میاد؟ این صدا چیه؟ بلش کن. امیدوارم یه کسی بغلم نباشه. میتونیم روی دریا سریعتر خب این خوبه. باز میتونیم سریعتر راه بریم. آره این خوبه چون قیمتش هم ارزونه. بدیم. خب اوکی بریم پایین. چیه؟
اه کوسه اومد گازم زد. چی شد؟ کجا بود اصلا؟ بس کردم کوسه رو ما خوردیم تا اون ما رو بخوره. نکنه کوسه واسه اون باگ شده نامرئیه. باید میدونم کوسه رفت کلا. فعلا خدا رو شکر این کوسه نباشه. ما این پولمون رو برداریم آپگرید بکنیم. گوشیمون خیلی مهمه. 81 به ما میده. واه چقدر خوب. بده که ما یه آپگرید بکنیم. چی رو میتونیم آپگرید کنیم؟ 180 تا این. آها اینم میتونیم سریعتر کنیم دستمونو. نه این واقعا به درد نمیخوره که سریعتر اون آور رو بکشه. بدونم شناک. آها شناه فکر کنم فهمیدم واسه چیه. واسه اون کوسه است که سریعتر شنا کنی کوسه نتونه بگیرتت. فعلا که کوسه با ما کاری نداشته. خیلی راحت شده. میری پایین دوباره میپری بالا میری پایین. کوسه داره میاد. بابا این کوسهش کو؟ من چرا کوسهش رو نمیبینم؟ فکر میکنم کوسهش باگ شده. خیلی گیم 2 برابر سخت‌تر شده. کوسه نامرئی و خیلی بده. فعلا آپگرید بکنیم. شاید هم باگ نشده شاید هم ما نمیبینیمش فعلا. چون تا جایی که من میدونم قشنگ کوسهش میومد بالا سرت. حالا باز بریم ببینیم. فعلا که خبری از کوسه. اینجا یه دونه چست بود. آره اینه چسته. چی به اون میده؟ اوکی جیم فکر نمیکنم به درده اینجای بازی بخوره. به درده هم بخوای دفعه بعد بازی بکنی میخوره. بریزیم تو کنم. یه نکته یا من الان دیدم تازه که اصلا یه دونه چک پوینت دیگه. ایول برو خالی کن. میتونم رو همینجا هم بزنم. آره خالی کردم اینجا. البته خب من با دوباره برم بالا. وای چجوری برگردم بالا؟ آها برم گردم بالا. این پولو بده من دیگه اینجا نمیام. ما رفتیم. خالی کنیم تو. اوکی باز شد. به به. احساس میکنم داریم میرسیم به آخراش. واقعا گوشیمون چجوری تا این پایین رفته و اینکه ما چرا داریم با سطر خوریم. هر چند لحظه که این ایده یادم میاد پشیمون میشم از گیمی که دارم میزنم. 100 تا پول. به 100 تا رو بده. 429 تا پول داریم. میتونیم پادشاهی کنیم. اینم چی هم میتونیم بخریم. 380 تا یه دونه. نه 270 تا رو میدیم. دیگه هیچی پول نداریم. ای کاش همون 380 تا رو میدادیم. اینا به درد نمیخوره. پول بیشتر بده. این چیه؟ یه دونه حالت جدید واسمون باز شد. فکر کنم این چستا رو باز کنیم دایمند بیشتری بهمون میده. نمیخوام. اینجا توکن بوسته. 45 تا. اینم بخریم دیگه. برو بریم. خالی کن ماشاءالله. بریم توشو ببینیم از الان. نه فکر کنم باید خالی شه حتما. این گیم همینه دیگه. چالنج گیم اینه که تو نتونی اون پایین رو ببینی و دلت بخواد که ببینی این سیفتر چیه که کی تموم میشه. ولی من فکر میکنم دیگه باید تموم بشه دیگه گیم. ولی فعلا آپگرید و اینا رو میزنیم که الان بازم احساس میکنم که کافی نیست این جای سطلمون. پول با ما میده. پول خیلی داره کم میده. الان ما میخوایم دستمون رو سریعتر بکنیم. چقدر میخوایم؟ ما 190 تا میخوایم تا دستمون سریعتر بشه. اوکی یه دفعه دیگه بریم بیان. چیه؟ وای کوسه نیست. نه کوسه اینجاست. اوی این تمام مدت کوسه بوده و من نمیدیدمش. نگه بخورتمو. کوسه کجایی؟ بکن خالی کن بریم بالا. خالی کن. الان میتونیم یه آپگرید خوب بکنیم. پول اینو بده. تو هم 128 تا عالی. 400 تا داریم. الان میتونیم بزرگتر بکنیم. فکر کنم این بیشترین حالتیه که دیگه میتونیم این سطلمون رو بزرگتر کنیم دیگه. این نشون میده که ما داریم به آخرای بازی نزدیک میشیم. ببینیم گوشیمون کجا افتاده. ما اینو بخوایم برداریم. خیلی طول میکشه تا این سطلمون پرشه. اینش خیلی خوبه. چقدر حالا پول میدی؟ 152 تا پول میدی فقط. خیلی نامردی. به باز روند پیشرفت بازی سریعه. خالی کن ماشاءالله. کوسه نیاد بالا سرم. اینجا کوسه خیلی خطری تره.
خالی کن. آها خب میتونیم چرا انگار تونستم برم زیر آب از اینجا اومدم. نه کوسه کو خالی کن. بازم زد. دلیل نمردم. خوبه نکنه بمیرم کل گیم تمومه. وای خوب شد نمردم. چقدر بی احتیاطی کردم. منتظر بودم کوسه رو ببینم مثلا دستش فرار کنم، دیدم نه. باز کوسه من رفتم. من جرأت اینجور کارا رو ندارم. کجاست؟ چرا من این کوسه رو واقعا نمیبینم؟ شاید از پایین میاد بالا، چون یه بار دیدیمش دیگه، باگ نشده. 248 تا پول داریم. یه آپگرید بکنیم، بقیه چیزا رو آپگرید کنیم. اینو بدیم 55 تا پولش بود، نباید میدادیم. فعلا خالی کنیم. اونور یه چسته. بیا چسته. این بازی خیلی ضعیفه ولی الان 20 تا بهمون کلا پول داد. به خبرت آقا. خب پر شد. برگردیم. این خوبیش اینه که اینجوری میپریم میرسیم همینجا و خالی میکنیم. سطلمون هم جاش خیلی زیاد شده، میبینی؟ هر چی میزنی خالی نمیشه، پر نمیشه. پولا رو بده ما یه آپگرید دوباره بکنیم. 141 خدا بده برکت بده. ما چی بخریم؟ اوکی اینجا دیگه تموم شد. ما دیگه باکتمون رو فول آپگرید کردیم دیگه، بیشتر از این نمیشه. حالا بتونه سریعتر به اون پولمون هم بده که دیگه عالی میشه دیگه. این 250 لیتر. آها این 250 لیتر رو واسمون خالی میکنه اگه مثلا فعالش کنیم. 250 لیتر چقدر میشه؟ آب خالی شد. گوشیمون خوب است. بریم اونور. آب خالی نشده. کجا باید بریم؟ بریم بالا ببینیم که کجا باید بریم. آها اوکی چک پوینت جدید. وای پولمون جام. البته دیگه ما باکتمون رو پر کردیم، زیاد به پول نیاز نداریم. به این نیاز داریم که خالی کنیم بریم ببینیم پایین چه خبره. اینو بگیر یه پول به اون بده. حتی پولو فعلا بر نمیداریم، یکم زیاد چه بعد بریم با هم دیگه یه آپگرید مثلا خفن بزنیم. چست نمیشه باز کرد. نه باید بریم آبو خالی کنیم. بریم چست رو برداریم. چست های ضعیفی داره البته واقعا. اگه میدونستم از اولی گیم اینطوریه در نمیداشتم. حتی جم میده دیگه. جم شاید بیرون بازی مثلا بخوای دوباره بیای تو گیم تاثیرشو بذاره. خالی کن آقا خالی کن. شلا بریم که سریع اون گوشی رو واقعا برداریم از اون سیاه چاله. یه چوبی دارم زیرم باز نمیبینم. باز چک پوینته؟ آها نه یه حالت چیز بود، چی بهش میگن؟ حالت معدن بودش. آره ریل و معدن. اوکی چستو نمیتونیم باز کنیم. نه با یه بار دیگه بریم بیایم ببینیم اونجا چی بود. واه 745 تا پول داریم. بده همه چی رو آپگرید کن. غنی پولام تموم شد. چقدر سریع. یه چیزی هم تونست آپگرید کنیم. جم بیشتر به اون بده. اوکی بریم. خب باید آبر رو خالی کنم. چست. اوکی میگم چست ها بعد و سر هر چستی که میبینم چست عجب چیزی. چرا واقعا؟ پولا رو به اون بده. آب خالی کن بریم پایین دوباره. وای کوسه خیلی یه دفعه میاد اصلا خیلی نامردیه. این اگه مثلا با یه ذره منو میکش من تقریبا 100 بار باخته بودم. یه بار دیگه بریم پایین. کوسه الان نها کنی نیستش دیگه فعلا نیومد. باید یکم حواسم جمع‌تر باشه اینجای بازی، شاید بزنه بمیرم. پولو بده آبو خالی کن. 500 تا پول دارم. بریم دوباره آپگرید بکنیم. اسکین بهمون میده. فکر کنم بیشتر میتونیم توی آب بمونیم. هر چی بود این به دووم بیشترمون کمک میکرد. آره فکر میکنم استامینه از سبز داره خالی میشه، به اون کمک میکنه. آره دیگه یه بار دیگه بریم. فکر کنم 2 بار دیگه بریم تمومه. این زیر چیه داستانش؟ نه 2 بار فکر کنم بیشتر میخواد. الان 2 بار دیگه بریم. مواد مذاب اینجا چقدر خوشگله. چرا باید مواد مذاب تو آب؟ دمیج خوردم واقعا. مواد مذاب تو آب چه عجیب. که بریم یه بار دیگه بریم. کنم این دفعه دیگه خالی شد. آره چک پوینت 5. فقط من پولامون بالا موند. بریم بالا برداریم. بذار من پولامو از اون بالا
وای خیلی مسئله سخته نمیشه رفت دیگه. ولش کن پول میخوایم چیکار. 100 تا اون بالا کلا پول افتاده دیگه. اینجا مزاوه، اینجا هم چست تنها چیزیه که من تو این بازی بهش علاقه دارم. خب اوکی چست اصلا دیگه به اون پول نداد فکر کنم. 1000 تا پول داریم. دایمند بیشتر اوکی. آپگرید کن دیگه، ما که پول حتی هر چی آپگرید بکنی تمام نمیشه ماشاءالله. بریم پایین تر ببینیم پایین چه خبره دیگه. بعد مواد مذاب دیگه چی میتونه باشه؟ گیمو واقعا دست کم گرفتم، خیلی عمق داره. اصلا دیگه سقف ما اصلا معلوم نیست. کلا اومدیم زیر اون دریاچه. اوکی یه چستمون پایینه، بریم بابا خالی کنیم دوباره برگرد. چند تا اون پول میده چون پولشو برداشتیم نزد. باید دفعه بعد بیایم ببینیم خالیشو. بریم سری ترای هارد آبو خالی کنیم که برسیم به گوشیمون. ندیدیم چقدر پول میده. بذار ببینیم 967 تا داریم. اوکی حدود 200 تا به اون پول میده، کمتر 200 100 خورده. چست بود، من چرا چست رو بر نداشتم؟ دیگه قدم نمیرسه. چجوری باید اون چست رو الان برداریم؟ کجاست اصلا؟ اونجا دارم یه آیتم میبینم، اون چیه؟ ببینیم سمتش. مزاوه. چسته اینجاست، من چسته رو از اینجا بردارم. کوسه اینجاست. کوسه رفت تو دیوار. این کوسه من به خدا این دست باگ داره. طبیعی نیست این کوسه. امیدوارم نه پالا سرم با همون دیوار باش که من اینو پر کنم. اوکی چه کوسه اصلا ندیدم. یه ساوند افکتی داره اونو میزنه دیگه میام بیرون. یا باره که خالی میکنه فکر کنم پایین طلا ملا بیشتر داره تو آباش، پول بیشتری به اون میده. پریدم رو کوسه. شانس آوردم. نمیدونم الان میکشتم. چجوری پریدم رو کوسه من. خالیشو برسیم به چک پوینت. این نیومده. پریدم رو کوسه باورم نمیشه. خیلی دارک بود. خالی کن. یه بار دیگه باید بریم پولمونم برداریم. بذار اینجا پولمونو برداریم که دیگه نیایم دیگه. آره این چیه؟ تازه داره خالی میکنه. اوکی اینم خالی شد. چه خوشگل داره میشه، بیشتر داره میرسه به این چک پوینتاش. 2438 تا پول داریم. چی باید آپگرید کنیم واقعا؟ همه این صفحه های اول آپگرید کن. اینا چقدر پولاشون کم، همه اینا رو بدیم. حتی داره بازتر میشه. اشکال نداره پولش کنیم دیگه. کل این قسمت رو خریدیم. اینجا هم جمع بیشتر میده. این ورم خریدیم. سروایورم فقط مونده. این فکر کنم دفعه بعدی بخریمش دیگه. یه فلک زده به سمت این ور چی داره؟ این یه چیزی هست. فکر کنم به سمت این چسته زده. چیز خاصی هم نیست. بس 209 تا جم داریم. 339 تا داریم. آپگریدمون رو فول کنیم. دایمند 300. آره تموم شد، همه آپگریداشو گرفتیم. فقط چرا خود گیم تموم نمیشه؟ تا کجا باید بریم پایین؟ کوسه سری پر کن. الان میادش. پول که نیاز نداریم، فقط باید خالی کنیم که برسیم به انتهای گیم دیگه. 1000 تا باز پول دار. کوسه برگرد بالا. صدایی که میاد دیگه فقط میزنم. کوسه جون سمت هم نیا. رفت تو دیوار. عاشق کوسه این گیم هم. یه چک پوینت دیگه تموم نشده. اون گوشیمونو ما نمیخوایم پیدا کنیم. واقعا منتظر اون گوشی رو برداریم. 1000 تا گوگل هیستوری داریم. خب داریم میرسیم دیگه. این چک پوینت هم باز شد. بذار مپ رو نگاه بکنیم. مپ هنوز مذابیه، هیچ تغییری هم نکرده. ولی جالبه این همه آبو برداشتیم تا الان. حالا همینطوری که داریم اینو خالی میکنیم تا به گوشیمون برسیم، نظراتتون رو واسم کامنت کنید. اصلا این حالت گیما رو دوست دارید یا اینکه بیشتر استوری دار باشه؟ حتی خب اینم استوری داره. نظرتون رو بنویسید دیگه. کلا چه سبکی حال میکنید. الان داریم میرسیم به چک پوینت بعدی. دیگه پول که نمیخوایم تو خالی کن. جدی باز مونده. تمام شد 8 تا. اینم باید خالی کنیم. این چیه دیگه؟ این دیگه کوسه نیست. این خیلی ترسناکه. ما از این گوشه خالی میکنیم. لطفا سمت ما نیا. داشت میومد. یه تو آب نرم. نره تو آب.
واه اینجا دیگه رسیدیم به فسیل، استخون و اینجور چیزا هستش دیگه. خب فکر میکنم اینجا رو چند بار دیگه خالی کنیم تمام شد. او نه اوه خیلی بد میادش با اون ساوند افکتش. رسیدیم به یه چک پوینت دیگه، بذارید این آور رو خالی کنم دیگه نیازی نباشه بریم چک پوینت بعدی. همینجا میریزیم. آره سریع خالی کن. چک پوینت 9. کوسه دیگه رفت. این کوسه دیگه نمیبینم. اون دیگه کوسه هم دیگه تو این عمق دیگه شنا نمیکنه که ما داریم با سطل آبشو برمیداریم. نه اومد کوسه اومد، غلط کردم. برگرد بالا. فکر کنم باید سریع کلیک کنیم که این آواز. آره دیگه نکنم سریع کلیک میکنیم کنم گازم زد ولی نم. چطوری داشت؟ خوبی؟ من رفتم. اونم رفتن زام با من. فکر کنم دیگه چون یه بار گازم گرفته بود دیگه قرار نبود مثلا به من تک بده، میموندم بهتر بود. خب اومد ما رفتیم. کنم چون بهمون یه بار خواست تک بده الان اوکی بام. چقدر خوشگلی تو. ایول انقدر اومدیم پایین درخت ثبت شد اینجا، مگه میشه اصلا؟ چه اتفاقی واقعا داره تو گیم میفته الان؟ نه آپگرید داره سازنده بازی و واقعا اسمش چی بود بگید برم ببینم یه فوش بهش بدم. گوشیمون چقدر اون پایینه مگه؟ چقدر نکنه هیچ آپگریدی که نداریم. هی کوسه میاد. حالا یه کوسه این گیم واقعا داره فشاری میکنه. یکم دیگه فشاری میکنه مجبور میشم واسش خرج کنم. اگه یه دونه دیگه استیج داشته باشه واقعا خرج میکنم به غیر از اینی که الان رو بمونه. دیگه کوسه برام مهم نیست. بابا بیا برو دیگه. بابا خالی کن. رسیدیم به معبد چین آجی. اینجا داره برق میزنه. اوه دره. اوکی سن اوپنش کنیم. چیه؟ تموم شد؟ گوشیمون پس کو؟ گنج پیدا کردیم. به جای گوشی گنج پیدا کردیم. اوه